Hi everyone, this is the new account for my press office. We're launching with a Q&A, so you can ask me everything and anything. I'm not saying I'll answer everything, but try me. آنچه دیدید و شنیدید پیام ویدئویی کوتاهی بود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در آن از راه اندازی اکانت جدیدش در اینستاگرام برای پرسش و پاسخ مخاطبان خبر داده است. روز دوشنبه 28 مهر ماه 2584 برابر با 20 اکتبر 2025 دفتر نخست وزیری اسرائیل در شبکه ایکس اعلام کرد که صفحه رسمی دفتر مطبوعاتی نخست وزیر اسرائیل در اینستاگرام راه اندازی شده است. در این پیام از کاربران دعوت شده تا صفحه پی امپرس آفیس را در اینستاگرام دنبال کنند و پرسش‌های خود را مستقیما از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بپرسند. این اقدام بخشی از راهبرد جدید ارتباطی دولت اسرائیل برای تعامل مستقیم‌تر با افکار عمومی ارزیابی می‌شود. در پایان باید یادآور شد که به تمام آن دسته از هم‌میهنانی که مایلند پرسش‌های خود را مستقیما برای نخست وزیر اسرائیل ارسال کنند، توصیه‌های امنیتی را رعایت کرده و تنها از طریق صفحه رسمی دفتر مطبوعاتی نخست وزیر اسرائیل در نشانی پی امپرس آفیس اقدام کنند. تجربه نشان داده که در پی هر فعالیت رسمی از سوی نهادهای اسرائیلی، صفحات جعلی و مشابه از سوی جمهوری اسلامی یا سوء استفاده‌گران سایبری ایجاد می شود. از این رو دقت در شناسایی صفحه اصلی و پرهیز از هر گونه تعامل با حسابهای غیر رسمی اقدامی ضروری و هوشمندانه است.